اما کسی که عقیده به ملاقات الله، بازخواست الله نداشته باشه، هیچ، این دنیا تیر میشه، این حالت تیر میشه، این عمر تیر میشه، هیچ سرمایه خود از دست داد، هیچ چیز کمایی نکرد، تاوانی شد. و ما کانوا مهتدین، نبودن راهیاب در دنیا که میدانستن که سرمایه را الله برش داده به خاطر ازی که برای خود فایده در آخرت کنه، اما این مردم درک نکردن راه تجارت در دنیا، نفهمیدن که تجارت در دنیا چی رقم میشه. و اما نرینک بعد الذی، باز تسلی به پیغمبر علیه السلام است. در مقابل پیغمبر خیلی از شدت و از خشونت کار میگرفتن، خیلی زیاد توهین و تحقیر پیغمبر میشد. پیغمبر علیه السلام بس اوقات دلتنگ میشد که یه نه، این ظالما اگر همی قسم دیگه رشد کنه و ترقی کنه، شاید مردم دیگه فریب بخوره که البته پیغمبر به ناحق است یا به حق است. از او خاطر باید عذاب الله دامنگیری از یا شوه که مردم فریب نخوره. از او خاطر در دعا میاد که یا الله تو یارا فتنه برای ما جور نکو. پشت سر میاد آیات قرآن کریم. و فتنه نمیسته که وقتی ظالما را در عیش و عشرت و در قدرت و توانمندیش میبینی، دیگه مردم فکر میکنن که یا به حق هستن، حالان که او حق نیست. الله تسلی میده پیغمبر علیه السلام. و اما نرینک، اگر ما تو را نشان بدیم بعد الذی، بعضی اونو عذابی که نعدهم، ما امرایش وعده کردیم، دیگه تسلی تو میشه. اگر در دنیا ببینی با چشم سری خود، بالکل تسلی تو میشه. او نتوفینک، یا است که تو را وفات میکنیم، از دنیا میبریم، پس خامخا در آخرت برشان عذاب داده میشه. چرا؟ فالینا مرجعهم، خاص به سوی بازگشت از یاست. ثم الله شهیدون، باز الله شاهد است، علی ما یفعلون، به او کارهایی که یا انجام داده، ضد اسلام کدام خشونت، کدام نعوذ بالله جفایی که امرای تو کرده، حالا کلگی را دیده. در آخرت خامخا عذاب برش چی میکنه؟ میده. دیگه تو خفه نشو یا پیغمبر، خفه نشو. عذاب از یا اتمیس، یا در دنیا یا در آخرت. اگر در دنیا شد خود به چشم سر میبینی، تسلی خودت میشه. اگر در اینجا نشد، تو فکر نکنی که یا خلاص شدن. نه، الله متعال میگه پیش ما میاد و ما خو کلی اعمال از یار مشاهده کردیم، عمل کردی از یا دلیل بالا عزیز که الله یار باز عذاب میده. ولکل امت رسول، برای هر امت پیغمبر است. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم، دو مطلب داره آیت. یک مطلبش متعلق آخرت است، برای هر امت پیغمبر است. فاذا جاء، در این صورت باز جاء به معنای حضور است، زمانی که حاضر شود رسولهم پیغمبرشان در آخرت در پیش قومای خودشان، قضی بینهم، فیصله کرده میشه در بینشان، بالقسط، به انصاف. از پیغمبر سوال میشه که آیا رسالتی که من برای تو داده بودم ذمه‌واری تا ادا کرده در مقابل قوم؟ پیغمبر اعلان میکنه که یا الله من کل عمر خود مکمل ادنا ذره ذمه‌واری خود ترک نکردیم. از قوم سوال میشه چی کردی در مقابل دعوت پیغمبر؟ اونجا باز جواب میگه، فیصله میشه. کسی پذیرفته که نپذیرفته، الله بدل میده. و هم لا یظلمون، سرشان ظلم کرده نمیشه، الله ظالم نیست. یک توجیه است. دوم توجیه در دنیاست. ولکل امت رسول، برای هر جماعت الله پیغمبر روان کرده. پیغمبر را این مردم و قوم خود به سوی الله دعوت داده، توحید الله را برشان بیان کرده، آن راهایی که سبب کامیابی نجاتی از و در دنیا و آخرت میشد او را واضح کرده. لیکن مردم در مقابل پیغمبر قیام کرده، یک تعداد پذیرفته، یک تعداد رد کرده. فاذا جاء رسولهم، وقتی که آمده پیغمبرشان دمی امتا، دیگه چی کرده؟ مردم در مقابل پیغمبر قیام کرده، نپذیرفته دعوتشان، کی نپذیرفته؟ قضی بینهم، فیصله کرده شده در بینشان به عذاب دادن قومشان، بالقسط، به انصاف. الله ظلم نکرده. الله خو بر علاوه که بر از یا عقل داده بود و دلایل بیرونی داده بود و حواس داده بود، پیغمبر روان کرد که او راهنمایی کنه. این مردم لجوج و بندگان هوا و هوس و خواهشات در مقابل پیغمبر قیام کردن، پیغمبرها را مقابله کردن. الله فیصله کرد که قوم هلاک، مثل کتیر شد. ما شما واقعات از یارا دیدیم. و هم لا یظلمون، در حالی که سرشان ظلم کرده نمیشه، الله یک ذره ظلم نمیکنه. عذاب از یا در حقیقت چیست؟ کشت خودشان است. کشت خود دیرو میکنه. چرا؟ انبیاء علیهم السلام گپای مشفقانه و دلسوزانه از وار نعوذ بالله به باد هوا گرفت، مسخره گرفت، وار رد میکرد. الله رحم بکنه. یقینا شما که میبینی که الله کفار عذاب میده، همونطور عذاب نمیده. دعوت انبیاء علیهم السلام سعی کنید چقدر به شفقت است.
به دلسوزی است، اما این ملت ها در مقابلش قیام میکنه. امروز تو که دعوت میدی به سوی توحید الله، چی فایدهت است؟ کسی برای تنخواه میده؟ معاش میده؟ این مردم خو میگه میایه برش یک قدر میایه که پرسان نکنه. من موترم بیچاره بگوی یک قدر رفته است که میایه، خو ما باید در لکس موتر بگردیم و خب هر چیز داشته باشی. چطور گپ است؟ آدم داشته باشم باز چی را امیر رقم بگرده، این خون باز ظلم است، این خصوصی نیست. خو خیر این مردمی چی را داره، این گمان بده، لیکن در حقیقت خو چیز نیست بجز از اینکه تو طلب رضای الله را داری، دینمی را مشکلات در پیش خود میگیری، به این خاطر که امی برادر و خواهر مسلمانم رای جنت شوه، از جهنم نجات پیدا بکنه، لا اقل عقیده توحید پیدا کنه. اگر عمل هم انجام نداده آخر الامر خود جنت بره، آخر الامر سرنوشت و عاقبتش خود جنت باشه اگر اعمال هم انجام نمیده. به می خاطر میکنی، لیکن مردم تو را چی میگه؟ مورد استهزاء قرار میده، تشپیلاق سرت میکنه، قطعی سنگ تو را میزنه، وابی معرفی میکنه، خلاص مردود و منفور در بین ملت میگردانته. شما بگویی کی طور مردم ها اگر الله عذاب میده بجای است یا بیجای؟ و یقولون متى هذا الوعد، اینقدر جسور، اینقدر نعوذ بالله بیباک، اینقدر که دستیت مطالبه چی را میکنه؟ عذاب. با پیغمبران میگفت شما که از کدام عذاب ما را میترسونید کجاست؟ و یقولون میگویند متى هذا الوعد، کسی وعده که شما میکنی که اگر ما نپذیریم عذاب میاد؟ ان کنتم صادقین، اگر راست میگی. نعوذ بالله انبیاء علیهم السلام میگه که گپایتون غلط است، دروغ است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام بدبختا نمیفهمه که مرتبه پیغمبر چیست و مرتبه الله چیست. پیغمبر الله شده نمیتونه، اختیارات عذاب آوردن و یک ملت تباه کردن در پیش اختیاری پیغمبر نیست. الله در اینجا میگه خوی تو رایت ها نفی و نمو تصور و عقیده غلطی مردم ها میکنه که در حق اولیاء و در حق پیغمبر ها داره. رسول الله صلی الله علیه وسلم است. امروز در حدیث مسلم همون میخوانیم از سری اسب چیسته تا پایین خورده، در سری منده درختی خرما او خود بچ کده نمیتونه، همون ضرری که برش میرسه، که شخصیتی که در کل مخلوقات افضل ترین شخصیت است، آیا او خود نجات داده نمیتونه؟ دیگران رو چطور نجات بده؟ پس ولی ما چطور نجات میده؟ به الله قسمی کتاب الله را انسان میخونه بازم عقیده توحید نداره، بازم این عقیده پیدا نمیکنه، بسیار سخت است، خیلی سخت است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لا املک، من در اختیار ندارم لنفسی برای نفس خود ضررا کدام تکلیف ضرر که دفع کنم، ولا نفعا نفر در اختیار دارم که برای خود جلب بکنم، الا ما شاء الله مگر آن چیزی که الله خواسته باشه. کل چیزایی که در دنیاست اراده کیست؟ الله متعال است. که الله اکبر. پیغمبر میگه تمام ارادات، اوصاف، افعال ما کلش در زیر اراده و مشیتی کی قرار داره؟ الله متعال قرار داره. وقتی پیغمبر خود اعلان میکنه از اینکه در شخصیت بزرگ نیست، او میگه که من جلب منفعت و دفع مضرت از خود نمیتونم تا که الله نخواسته باشه. خیر امروز که مردم سینه میزنه برای من ترسایی نکنی که باز میسوزانم تا، عجیب است، عجیب است، تو را میسوزانه. این بدبختا فقط برای سوختاندن مسلمان ها جور شده. یک روز یک کافر نسوختان که یک قار سرش میکرد، همون تانگش چپه میشود، دو تیارش ملاق میخورد. قیومی زمانا زیاد تیر شد، قیومی زمانا زیاد تیر شد، اما بگوی یک کافر کشته نتونست. فقط کی را؟ مردم دیوانه بسازه، سحر سرش بکنه. اینی گپا چقدر نعوذ بالله احمقیت است در بین مردم که عمیق فکر نمیکنه. اما دو دانه در خبرنگار گفتم پیش در تایمانی که پیشش رفته بود، گفته عجب دریسته که مردم از یا توقع خیر و کمک و کامیابی کاری خود داره، خوی مردم چیسته؟ خود چی نمیتونه. عجیب است مردم چقدر نعوذ بالله علتش است که از قرآن دور زندگی کردن، قرآن نشونیدن، فقط میره در پیش از او. اگر او چیزی داشته باشه خودم یک روز خودم پاچا میکنه. چی میکنه که نشسته باشه که زنا پیشش بیا که تعویض برش بده، دوده برش بده، باز خود پاچا میکنه. خب عجیب است مردم عقل نداره. لکل امت نجل، برای هر امت تاریخی مقرر است برای هلاکتش. در اختیار پیغمبر نیست که هر وقت بخواه عذاب بیاره یا یاره هلاک بسازه، کاری الله متعال است. هر چیز برای خود تاریخ داره. اذا جاء اجلهم، وقتی که تاریخ میعاد مقررشان برسه، فلا یستأخرون، یا پسان نمیشه ساعتا یک سکندم، ولا یستقدمون، پیشم نمیشه. لا یستقدمون، پیش چطور شود؟ دو سرحد که برسه
ای آلی دا چی هست؟ مثلا ساعت 9:54 است، آلی دا 9:54 که برسه خوازی کم نمیشه، 53 نمیتونه. چرا اینجا میگه لا استخدمونه؟ دو جواب است. ای فلا یستأخرون ساعتا، یا خدا پسانم نمیتونه و پسانم یا هلاک نمیشه، ولا یستقدمون، پیشم هلاک نمیشن. چرا؟ الله میعاد مقرر کرده پیش هلاک نمیشه که پیش شده باشه. یکی. دوم، این به مثل این گپ است که در دکاندار استاد میشی برش میگی این نرخی دمی قدر است یا تو بالا میشه، تو بالا خود تو قصدت نیست، منظوری تو تغییر است که تغییر بگه در نرخ تغییر میاد یا نمیاد. دیگه معنای لا استاخرون ساعتا ولا استقدمون حاصل معنایش چیست؟ اذا جاء اجلهم، وقتی که بیا اجلشان، فلا استاخرون ساعتا ولا استقدمون، هیچ نوع تغییر ده نمی فیصله و تاریخ الله نمیآید. قل بگوی پیامبر علیه السلام ارایتم، خبر بده مرا، این اتاکم عذابه بیاتا، خبر بده مرا، این اتاکم عذابه بیاتا، اگر بیاید براتون عذاب الله شب او نهارا روز، ماذا یستعجل منه المجرمون. چند توجیه است اینجا؟ یک توجیه، ماذا چه تدبیر است یستعجلو که به جلتی انجام بده منه برای دفع کردن عذاب المجرمون مجرما. آیا کدام تدبیر در موقع آمدن عذاب بازیاد دارن که زود خود خلاص کنه؟ نه سونامی وقتی که طوفان بالا شد بگوی نه طیاره کار کرد، نه موتر، نه هیچ چیز. کسی را که الله خواسته بود که غرق کنه غرق میشه. امریکا که پیشرفته ترین دولت از زمان طوفان الله آمد چی شد؟ نمیتونست که کسی خودت چی بکنه. پس این مردم در چی انتظار داره؟ عذاب الله را. عذاب الله که برسه کل هلاک میشه. یک توجیه است. ماذا یستعجلو، چی تدبیر دارن این مردم ها برای دفع عذاب؟ یستعجلو که به جلتی انجام بدن منه برای دفع کردن عذاب المجرمون مجرما. داره کدوم چیز؟ نداره. یک مانا. دوم مانا، وقتی قل بگه پیامبر علیه السلام ارایتم، خبر بده مرا، این اتاکم عذابو، اگر بیا براتون عذاب الله بیاتن از طرف شب و نهارا از طرف روز، ماذا یستعجل منه المجرمون، چقدر ماذا چقدر عذابی بزرگ باشه، یستعجلو که به عجلت طلب دارن منه از طرف الله امی عذاب المجرمون مجرما. چقدر بزرگ عذاب باشه که مردم ها طلب داره، اینقدر توانمندی داره که در مقابل عذاب استاده شود. یا فکر نکرده برشان مذاق معلوم میشه عذاب الله که بیا عذاب الله هست، باز نمیتونی که باز پشیمان میشه یا خالی به جلتی طلب میکنه میرسه. اثم اذا ما وقع آمنتم به، اثم اگر این تدبیر نکنن، اگر تدبیر نداشته باشه، اثم اذا ما وقع، آیا دینمی وقتی که واقع شوه عذاب آمنتم به، ایمان میاری، باز دوج ایمان میاری، این ایمان قابل قبول نیست. ایمان یأس است. ایمان چی است؟ یأس است، حالتی غرغره که مردم میگه ایمانا قبول نمیشه. فرعونم چیخ زد. از او خاطر شما چه انتظار داری؟ الان گفته میشه برشان عالی ایمان میاره. و قد کنتم به تستعجلون، حالیست که شما بودی به جلتی طلب میکردی امی عذاب، این عذاب رسید، عالی شما ایمان میاره، موقع ایمان خلاص شد. ثم قیل للذین ظلموا، باز گفته میشه برای کسانی که ظلم کردن، مراد از ظلم شرک است، توحید الله را قبول نکردن، ذوقوا عذاب الخلد، بچش عذاب دائمی را. اگر در دنیا متعلق باشه مراد از عذاب خلد است که باز راحت سرش نمیاد، مکمل چی میشه؟ ختم میشه، باز دیگه حیات و زندگی برای دنیا برش نیست. اگر نه که مراد عذاب آخرت باشه و دائمی است. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل به معنای ماست، ما تجزون بدل عوض دادن نمیشه براتون الا مگر بما به سبب آن چیزی که کنتم تکسبون، خود کمایی کرده بوده. این نتیجه عمل خودتان است. الله سرتان ظلم نکرده، زیادت نکرده، خود بری خود کاریده بوده، حالی درو کنشه. و استنبئونک حقه، سوال میکنه از تو، طلبی خبر میگیره از تو پیغمبر علیه السلام، احقه که آیا این عذاب الله راست است؟ اینجا حقن با معنی واقعیت داره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ای چرا نه؟ بله، و ربی قسم به پروردگارم انه امی عذاب لحق، واقعیت داره، بالکل تاکیدات واقع شده. اینجا قل ای آمده و ربی قسم به پروردگار، جمله اسمی است، این است، لحق لام تاکید است، اینقدر تاکیدات که در لغت میآید کلش آورده. و ما انتم بمعجزین، نیست شما خلاص شونده که خود خلاص کنه، یا معجزین الله را عاجز کنه خود خطا بده، شما این کار کردن نمیتونه.
باز در عذاب الله گرفتار میشه، راه نجات سرتان مسدود میشه. خلاص. خیر چرا؟ قبل از اینکه تو حالت بیایه برای انسان تأمل بکار است، ببینه الله ما را برای چی پیدا کرده. یک انسانی که یک کمی فکر داشته باشه درک میکنه حقیقت زندگی خوده که ما برای چی آمدیم. اگر تنها برای خوردن نوشیدن و خو کردن و راحت باشه خب باز حیوانات هم است. امتیاز انسان با برای حیوان چی میشه؟ اگر ما برای لهو و لعب و بازیچه و گپا آمدیم، خیر این قدر نظام الله برای خدمت ما این هدر است؟ این بیفایده است؟ نه، در بین مخلوقات الله برای ما امتیاز داده که امتیاز داده، امتیازم طلب داره از پیشی ما. امتیاز از پیش ما طلب داره. من باید آماده شم همین امتیاز به دست بیارم. اما کدام امتیاز است؟ عبادت الله را در بین جار و جنجال و کشمکش انجام دادن، اطاعت الله را کردن که از هر طرف موانع مزاحمات است اما تو پابند دین هستی، همه خواسته های تا قربانی کی میکنی؟ اطاعت الله متعال میکنی. اینی امتیاز تو باید به دست بیار. این را آدم به عقل معلوم میکنه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض، در دنیا بعضی تصورات برای خلاصی انسان وجود داره. بعضی اوقات انسان بندی میشه یا دزدا او را گرفتار میکنه، پس خط روان میکنه، تلفن میکنه این قپول بیار وگرنه این را از بین میبریم. به گدایی میگرده، مردم پول پیدا میکنه، چیست به دزدا روان میکنه به خاطری که بچهش خلاص شوه. در آخرت شاید همینطور باشه. الله متعال میگه این تصوراتی که در دنیا داره در آخرت وجود نداره. ولو ان لكل نفس، اگر باشه برای هر نفس او نفسایی که الله عذاب برش مقدر کرده برای هر کدامش، ظلمت که شرک کرده، ما فی الارض، آن چیزی که در روی زمین است ای برش در ملکتشان باشه، لفتدت به، بدها اینمی متاع دنیا را، چیزی که در دنیا در ملکتش است ای را عوض بده بهی در مقابل عذاب الله. جزا محذوف است. ما تقبل منها، از این نفسی قبول کرده نمیشه ولو که کل دنیا را بدی، هیچ قبول نمیشه. چرا؟ اونجا داری بدل دادن نیست که تو بدل و عوض بدی، اونجا داری نتیجه است، داری کار و کرداری تو نیست. و اثر الندامت لما رأوا العذاب، اثر از لغات متضاد است، به معنی اشکارا کردن هم یا پنهان کردن هم یا هر دو معنی درست است. و اثر الندامت، میپوشانه پنهان میکنن ندامت پشیمانی را که وی 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 خود تبا کردیم برباد کردیم. کی گپ میکنه؟ لما رأوا العذاب، از زمانی که عذاب الله را ببینه افسوسا میخوره، لیکن پنهان میکنه به خاطر از اینکه مردم ما از پیشم خبر نشه. خبر نه که خبر است. دوم مانا و اثر رو اشکارا میکنه ندامت چیسته پشیمانی را، در اونجا چیغ میزنه که وی 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 چرا دنیا اینطور سرمایه ما از دست ما رفت، هیچ چیزی را کمایی نکردیم. هرگاه که دیدن عذاب و قوضی بینهم بالقسط، فیصله کرده میشه در بینشان به انصاف، سر کسی زیادت ظلم نمیشه و هم لا یظلمون، سرشان ظلم کرده نمیشه. الا، برشان گفته میشه خبردار، ان لله ما فی السماوات، یقینا خاص در اختیار ملکتی الله متعال است آن چیزی که در آسمان هاست و الارض، در زمین است، کلش مملوک الله، مخلوق الله، بندگان الله، کلش در تصرف الله. الا خبردار، این وعد الله حق، وعد الله ثابت است، راست است، واقعیت داره. اموتور به بادی هوا نگیره، فکر نکنه که جوانیستی مستیست، نه میرسه عذاب الله باز براتان، مرگ میه شما را میگیره یکی به یکی. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثری مردمان نمیداند. تمام روز در غفلت، نعوذ بالله، سرمایه خود همونطور به جای خرج کرده رایسته، تمام روز در معصیت، نعوذ بالله، در چی سرکشی طغیان، هر طرف دوان است. دکانداری خود اعلان نکرد، ماموریتی خود اعلان نکرد، با قرآن یک روز ننشست، یک روزم. اکثری مردم نمیداره که اینطور حالت میآید که یک دفعه بفهمه که من چی کنم. هو یحیی، امی الله متعال است، یحیی که زنده میکنه، و یمیت میمیرانه. پس کل تصرفات از زندگی و مرگ کلش پیش الله متعال است، نه ولی اختیار داره، نه پیغمبر، نه ملک. و الیه خاص، بسوی الله ترجعون، شما بازگردانیده میشه برای سوال و جواب. از شما سوال میشه، همونطور مفت در دنیا نامده، شما با رای کلان مسئولیت داری دنیا آمده بودی، باز دیگه پیش کنی که چی آماده کرده ای، در شهادت نامه چی داری تو، چقدر عمل کرده ای. یا ایها الناس، چه قسم خدا نجات داده میتونیم که در او روز خیلی سر بلند بگردیم.
قرآن اعلان میکنه به تمام بشریت، کل بشریت، یا ایها الناس، تمام بشریت نصیحت است. قد جاءتکم، یقینا آمده برایتان، موعظتون، یک چیست؟ وعظ و نصیحت خیلی بزرگ. موعظه چی را میگه؟ هر چیزی که انسان هم منع میکنه از اخلاق ناپسندیده است، کارهای غلط، او را به نام وعظ یاد میکنه. کتاب الله متعال مشتمل به این طور نصیحت های است که ما و شما را از کارهای غلط و نادرست و ناپسند، اخلاق، اعمال ناروا و نادرست منع میکنه. اگر کسی میخواد که یقینا بهترین وعظ برای مکی باشه، قرآن مطالعه کنه، تلاوت کنه، بهترین وعظ است. من ربکم، این وعظ هم از انسانان است، نصیحت ها از انسانان است که شما را چیزی بگویه، حقیقت داشته باشه نداشته باشه، گپش تاثیر کنه یا نکنه. من ربکم، از او ذاتی که مالک و متصرفتان است، این کتاب روان کرده، وعظ است برای شما، تشریح میکن. و شفاء لما فی صدور، شفا است، این مکمل علاج است برای او عقاید مزخرف، غلط و عقایدی که شرک آمیز است، فی صدور، در سینه ها که قرار داره، یا او کینه کدورت، امراض قلبی که وجود داره. قرآن کریم او را مکمل صیقل میکنه، علاج میکنه. قرآن به می خاطر است. اگر کسی در صدد یزی باشه که بخواه تمام کینه کدورت گپار از بین ببره، انحرافات عقیدوی را مکمل شستشو کنه، قرآن برای عزیز. دو، و هودن، مکمل برنامه هدایت است، برنامه جامع هدایت است، راهنمایی حق میکنه، یقین میکنه، راهنمایی درست میکنه، در راه صدق و صفات تو را میاره. سه، چهارم، و رحمتون، بهترین ذریعه برای نزول رحمت است از طرف الله متعال. خب برای کی است؟ هر کس. للمؤمنین، برای کسی که ایمان داره، عقیده داره، به هر کس نه. قرآن تاثیرات داره اما منفعت مومن از پیشش میگیره. چرا که به قرآن عظمت قائل است، احترام قائل است، محبت قائل است، به می احتیاج است، ضرورت داره و از می درسی خود میگیره، از می تعلیمات میگیره. اینی مردم یقینا که کامیاب راه یافته است. قل بفضل الله، بگو پیغمبر علیه السلام، به فضل الله که قرآن است، و رحمتی، به رحمت الله که فهم قرآن است، که ذریعه و سبب عملی کردن کلام الله میشه در زندگیت. و بذالک، بینمی رحمت و فضل، فلیفرحوا، باید مردم خوشحالی حاصل کنه، خود خوش کنه. هو خیر، امی قرآن حاصل کردن، علمش حاصل کردن، عمل کردن، خیرون بهتر است، من معظوم مال، عزت، دارایی، مرتبه، منصب، سلطنت، سرمایه، زندگی، یجمعونه که مردم جمع میکنه. خوشخبری بزرگ برایتان است ان شاء الله. مردم ها که در هر طرف روان هستن یالی، شاید در یک لحظه $1,00,000 کمایی کنه. قرآن براتان میگه که از کلی ازیا کرده. اینمی علم قرآن، و قرآن براتان چیسته؟ بهتر است. در حدیث صحیح میآید اگر کسی را الله قرآن نصیب کرد، فهم قرآن نصیب کرد و بعد از اوی میره، بگوی نعوذ بالله چشمش در دنیای کسی دیگه دوخته، الله متعال را عذاب میده خیلی سخت که ای مردکه تو را اینطور چیز دادم که گاهی هم چشم طرف دیگه نباشه. بی قرآن برای چی است؟ الله متعال در اینمی خطاب خود ذریعه نجاتم دو آخرتی که عذابایشی قدر سخت است، اونجا باز هیچ چیزام نمیچله. کدام راه نجات است؟ قرآن برای ما معرفی میکنه دو چیزه. از عذاب الله متعال ما و شما نجات توسط کتاب الله پیدا میکنیم. این کتاب الله برای خود مجمل است. آلی دیگه تشریح کتاب الله را که ما برنامه عملی در زندگی داشته باشیم، کی را تشریح کرده به عمل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. تمام اعمال تا، لحظات زندگی تا، اگر خواب است، اگر نوشیدن است، طعام است، رفتن است، سلام است، زندگی خانواده است، همه چیزا معاملات است مطابق تعلیماتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعضی علما قائل به است که قرآن تنها شفای دل است. شفای جسمانی که مردم پشت مریضی میگرده این صحیح نیست. لیکن نه، قول راجح است که مثل که شفای دل است، شفا برای جسم است. الله متعال دی برکت انداخته، ثابت شده به احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم. صحابی مارگزیدگی را دم کرده، بسیار صحابه از قرآن استفاده کرده به بسیار دردا، اما اصلی مقصد دم کردن برای امراض جسمانی نیست قطعا. اگر کسی را تنها برای تعویض میگیره قرآن، سخت جفا و ظلم با قرآن کرده و سخت خیانت با امرای کتاب الله متعال کرده. چرا به مردم معرفی میکنه که البته کتاب الله
بری خاطر است. و او کسایی که کتاب نوشته میکنه که اینی آیت برای مرض، این آیت برای مرض، و هم ظلم قطعی قرآن کرده، خیانت با قرآن کرده. چرا در نظر مردم وانمود میشه که آیت برای مرضا آمده که اینی مرضا جور شوه، در جای اسپتال و شفاخانه رفتن اینجا سری خود دم بکنیم خلاص دیگه مقصد قرآن فراموش میکنه. نه، قرآن به خاطر یک انقلاب و تغییر در چی؟ زندگی عمومی مردم و مخلوق آمده. مردم باید نظام الله را بپذیره، تعلیمات رسول الله را سر خود عملی بکنه. 4 مرحله موجود است. چند؟ 4 مرحله موجود است. ما پیش هم براتون گفته بودم 4 مرحله برای منافقین و معرضین موجود است، 4 مرحله برای کسایی که مستجیبین و اطاعت کننده هاست. اول مرحله را براتون گفته بودم چی بود؟ انابت، که انسان در قلبش تنگ نظری و تعصب دور میشه، در صدد طلب حق میشه. این را انابت میگه. کسی که انابت نداشته باشه گویم رای حق پیدا کرده نمیتونه. یک، این صفت اگر در کسی پیدا شوه خامخا در جستجو میشه، حق الله برش نصیب میکنه. دوم مرتبه چی است؟ وصل، که آلی تلاش میکنی، روان استی پشتی همی حق. سوم مرتبه استقامت است که حق حاصل کردی، حق اموتور پایدار نمیشه در وجود انسان. چرا؟ حق پایدار وقتی میشه که تو رنجار متحمل شوی. درخت وقتی که میوه را پیدا کنه مردم قطی سنگ میزنه، تا که خالی باشه هیچ کس در قصیش نیست. زمانی که تو میوه دار شدی باز میزنه تا. آلی استقامت بکاره.